میگن یه روزی عقرب میخواست از رودخونه رد بشه، رفت پیش یه قورباغه که لب آب نشسته بود، رو کرد بهش و گفت میشه منو بذاری رو کولت با هم دیگه از رودخونه رد بشیم؟ قورباغه گفت او توی عقربی، از کجا بدونم نیشم نمیزنی؟ عقرب گفت دیوونه ای، من اگه نیشت بزنم که هر دومون غرق میشیم. قورباغه یه لحظه مکث کرد، ترس داشت ولی دلش نرم شد، خم شد و عقرب رو گذاشت رو پشتش و زد به دل رودخونه. اون وسطای رودخونه که آب عمیق‌تر شده بود، یهو یه درد تیز مثل سوزن داغ نشست رو کمر قورباغه. همونجا فهمید که عقرب نیشش زده. هر دوتاشون داشتن تو آب دست و پا میزدن. قورباغه تو همون هول و ولا رو کرد به عقرب و بهش گفت تو که میدونستی جفتمون میمیریم، چرا این کارو کردی؟ عقرب گفت به خدا نمیخواستم این کارو کنم، منتها نتونستم خودم رو کنترل کنم. طبیعت من اینه. رفقا ذات آدما نمیشه عوض بشه. حکایت همه آدماییه که دستمون رو تو آرنج عسل کردیم بهشون دادیم و گاز گرفتن. خلاصه اگه با آدم بدذات خوبی میکنید بدونید که تقصیر خودتونه که ضربش رو میخورید. ذات بد تغییر نمیکنه. آره.